چیزی که آمریکا ازش میترسید بالاخره اتفاق افتاد. کشور چین از بزرگترین پهپاد مادر جهان رونمایی کرد، هیولایی به نام جیو تیان. این پرنده غول‌پیکر با پهنای بال 25 متر و وزن 16 تن میتونه تا 100 پهپاد جنگی یا انتحاری رو به صورت همزمان با خودش حمل کنه. این هیولا کافیه فقط به مدت 15 دقیقه از بالای یک منطقه عبور کنه تا اون رو برای همیشه از روی زمین حذف کنه. با یک بار سوختگیری میتونه تا 7000 کیلومتر، اون هم در ارتفاع 15 کیلومتری از سطح زمین پرواز کنه، جایی که هیچ راداری نمیتونه ردشو بزنه. جیوتیانگ فقط یک پهپاد نیست، یک فرمانده هوایی متحرکه، چرا که قابلیت حمله، جاسوسی، امدادرسانی و حتی کنترل پهپادهای دیگر رو هم داره. جالبتر این که داخلش یه ماژول ویژه وجود داره به اسم کندوی ایزومری که امکان مدیریت همه پهپادهای تحت کنترلش رو بهش میده. حالا شما بگید آیا کشور چین توان رقابت با آمریکا رو داره؟ اگر به این سبک از موضوعات علاقه‌مندید با فکت فارسی وان همراه شوید.